سلام. فکر میکنم لازم نیست خودم رو معرفی کنم. شهره آفاق، خبرنگاران، غلام قیانوری هستم. امروز اومدیم پای منبر شیخ مهدی علمبی نژاد که قراره در منبر امشبشون در باب ماهواره و خطرات اون برای امت همیشه در صحنه وعظ کنن. شما هم بیاید تا مستفیض بشید. امشب اومدم اینجا 2 تا کلوم حرف درست درمون بذارم تو کاستون تلیت کنید، سر بکشید، پاشید برید دنبال کارتون. اینو میخوام. طرف یه گردالی گذاشته 180 LMB مثل علم امام بلند کرده تو چشم مقام عظما. از اون طرف سیم کشیده از بالا پشت بوم خونش تا یه محله رو سیم داده تا آخر محله رو سیم داده. اینو میگم در بیده. اون وقت بسیجی احمق میگه این بشقابا چی رو پشت بوم؟ میگه دارن شیبیت خوش میکنن. اینه درجا. طلبه زنده باشه، بعد تو موبایلش بلوتوث بفرستن که مقام عظما رو با بیجامه دراز کردن. حالا بزن کی نزن، حالا بزن کی نزن، حالا بزن کی نزن. گوله تو سینه آدم بزنن بلوتوث نزنن. چرا صحبت‌های مقام عظما رو بلوتوث نمی‌کنن؟ چرا خطبه‌های حاجی احمد خاتمی رو بلوتوث نمی‌کنن؟ دردی میری بالا پشت بوم خونت می‌بینی همینجوری قلمبه بشقاب ماهواره گذاشتن، تلمبار کردن بشقاب ماهواره. چرا کسی عمامه مقام عظما رو نمیذاره؟ اونم گرده اینم گرده. اونم قلمبست اینم قلمبست، یه گوشت و پیاز و دنبست. نخواستیم استشهادی کنی، نگاه نکن اونطور. نخواستیم استشهادی کنی، نخواستم کفن بپوشی بری جلو سفارت گلو جر بدی. نخواستم نماز جمعه بیاری، نخواستم. اگه مردی ماهواره نداری، پریشب رفتم بیت ولایت، دیدم مقام عظما مثل بیت داره میلرزه، طفل معصوم. گفتم آقا چی شده؟ سایت هامونو زدن؟ گفتم ناوای خرید؟ نه. گفتم پس چه مرگت ده؟ اینجا زرد نزار شد. گفت ماهواره. گفتم پولاریزاسیون عمودی افقی؟ گفت اون عمودی من. مقام عظما یه توپلی رو میخواد غنی کنه، میره تو 7 تا سوراخ تو لویزان. شب میاد میبینه تو کوچه صغیر و کبیر از توپلی مقام عظما حرف میزنن. کی گفته؟ از کجا دیده؟ روحانیت اگه میخواست برقصه تو اندرونی میرقصید. حالا الان از امام راحل بگیر تا من شیخ مهدی داریم تکنو میزنیم. کجا؟ تو ماهواره. حالا همه اشکا رو بارون کنی، شرچن بزن گریه کن. آبشار دوقلو که میگن اینا، گریه کن. بیا ببین بسیجی احمق، اونجوری کشکی گریه نکن. همین گریه تو فردا میذارن کجا؟ بله، با هم فرودهایی از فرازهای شیخ مهدی علمبی نژاد رو شنیدیم. شیخ غلام قیانوری با اون ریخته داغونت همین منگول بازی ها رو در میاره که فردا پخشت میکنن. کجا؟ ماهواره. ای ماهواره. غلام قیانوری.